یه پیرمرد همراه با کارآموزش از یه مسیری رد میشن. یه دوست قدیمی میاد و بهشون هشدار میده که از این مسیر رد نشن. زمین ترک میخوره و کالسکه‌شون واژگون میشه. یه هیولای گنده و بیریخت از زیر زمین میاد بیرون و ستایی از دستش فرار میکنن. هیولا که به دنبالشونه درختها رو میشکونه و اونا رو پرتاب میکنه. دوست پیرمرد میخواد جلو هیولا وایسه، اما لقمه چپش میشه. روی یه صخره بلند گیر میافتن. باید تصمیم خودشون رو بگیرن. تصمیم اینه که از این صخره بلند بپرن تو رودخونه. به نظر میرسه که از دست هیولا نجات پیدا کردن، اما در اقدامی عجیب هیولا از اون بالا میپره تو آب. پسره موفق میشه هیولا رو زخمی کنه، اما در همین موقع به آبشار رسیدن و از اون بالا پرت میشن پایین. هیولا به یه صخره بزرگ برخورد میکنه و کشته میشه. پسر جون سالم به در میبره، اما هیچ کس نباید این پسر رو تهدید کنه، چون